مثل یک راستی یا ملازمه که در مکتب در زمستان که مکتب رخصتی میداشتن حضور نداشتن در وطن. ما ولی گفتیم خیلی از عامر صاحب فلان صاحب بیادر پیش دو که افضالی بودم اومد قبل که تا قولم از دست کده بودم افضاق امیلون بارم از دست کده بودم جمعی مقامت فران بندر گفتم بیا سبته سر عامر صاحب او بگیاد قرآنو بیا کده او بیفکه اگر تو سعیز که بیادر میره یاد داری و یاد داری با او پدرت اگه ای کارم میگفت یا او پدرت تو کلمه را از پدرت تو یاد گرفته و اونو را میزنم دار میکنی در شد یک کار زمین با پکولا این طرف ببان و او هر طرف که پکولا این طرف میمون او طرف میمون میگفت من کدام پشتو نیجا جابجایی کنم من در جای یعنی پنشری به فکر کدام نورستانی را برم کدام قنداری را برم او به عقل او به شرف او به حیثیت او خوی پکولا با نمایشی طرف و طرف نمیمون هر دفعه که در اون دست میکرد فکر جابجایی کردن یک تا غیر اقوام تازه کدگه بود و هر گپه که بدون شک میگفت در عمل همون کار میکرد حتی یک ثبوت از ناتون کل به ناموس عبدالله به ناموسه که از قندار بود بیادر دبر رو خود گرفت تا لحظه کنه